روز دوشنبه زیر فشار مردمی پرزیدنت الجزایر عبدالعزیز بوتفلیقه اظهار نمود که دیگر برای کرسی ریاست جمهوری مبارزه نخواهد برد. اصلا بعد از سکته سال 2013 بوتفلیقه احیانا در مظهر عام پیدا می شد. مردم تقاضا داشت که بوتفلیقه و اعضای حکومتش که اکثرا سابقه‌داران سالخورده مبارزه بر ضد مستملکه‌داری فرانسه بودند به استعفا روند. مخالفین رهبر 82 ساله که 4 دفعه پرزیدنت الجزایر انتخاب شده است تأکید می‌کردند که وضع سلامتی بوتفلیقه برای ریاست جمهوری سازگار نیست، ولی نظامیان بلند رتبه و صاحبکاران صاحب امتیاز با هدف حمایت از منفعت‌های خود بوتفلیقه را در کرسی پرزیدنتی نگه می‌دارند. روزهای اخیر بسیاری از متفقان بوتفلیقه از او روی گرداندند. روز 11 مارس بیش از 1000 دادرس اعلان کردند که از نظارت انتخابات پرزیدنتی 18 اپریل دست می‌کشند. چندین امام خطیب مسجدها هم ابراز داشتند که خطبه‌های از طرف حکومت پیشنهاد شده را ارائه نخواهند کرد. خلاص بعد بیش از 20 سال ریاست جمهوری پرزیدنت بوتفلیقه وعده داد که اصلاحات کانستیتوسیونی برپا نموده سپس به استعفا می رود. فعلا او حکومت را برکنار کرده انتخابات پرزیدنتی را به تأخیر گذاشت.